اولین ولاگ یوتیوب من. خیلی خوش اومدین. تا الان خب براتون ویدیو گرفته بودم ولی خب ولاگ نبودن هیچکدوم و الان تصمیم گرفتم که براتون ولاگ بگیرم. امروز رفته بودم برای عکاسی دیگه، گفتم حالا تا اونجا رفتیم دو تا ولاگم بگیریم و حالا بریم ببینیم چی میشه. من امروز دیگه رفتم عکس بگیرم، گفتم حالا رفتم عکس بگیرم شروع کنم ولاگم بگیرم. من البته قبلا ویدیو گذاشتم اما این اولین ولاگی که حالا اومدم صحبت کنم از این چیزا. امیدوارم که دوستش داشته باشید. البته الان که من دارم ولاگ میگیرم ساعت حدوداً 6:30 و من از صبح بیرون بودم. عکساشو حالا اینستاگرام بذارم میبینید، شاید اینجا حالا به صورت شورت کوچولوهاشو بذارم. خیلی سرد بود اما خدا رو شکر عکس‌ها گرفتم و الان نوبت رسیده به ولاگ. کلا دوست دارم بدونم چه جور ولاگ دوست دارید. من توی حیطه دانشگاه میتونم خیلی فعالیت کنم اما تو روزمره واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه. اگر که چیزی مد نظرتون بود که ولاگ‌های من بهتر میکرد یا اگر چیزی مد نظرتون بود که فکر میکردید عیب و ایراد و اینجور چیزا به هم بگین حتما. سلام، صبحتون بخیر. از اون روزی که من تصمیم گرفتم ویدیو بگیرم تا الان واقعا نشد. رفتم این ور اون ور، الان صبح اینجاییم با صبح. حالا ساعت 10:30 کلاس دارم ولی ساعتشون هنوز به هم نگفتن. در نتیجه بریم ببینیم کلاس کجاست. خب امروز قصد دارم که واقعا ویدیو بگیرم و به حالت ولاگ طور بذارم چون که خیلی وقت این کار نکردیم. قصدشو دارم هر سری ولی فرصت نمیشه. حالا امروز انجامش میدیم. روز اول از سمستر 2 این کورسمه و کلاس اول من ورزش بود، یعنی تربیت بدنی، که اینجا یه ساختمونی هست خارج ساختمون دانشگاه که حالا الان نمیتونم برم چون 10:30 باید بودم. من فکر کردم یه چیز تو مایه های فرهنگ تربیتی چون تربیت میشد ولی ورزش بود. فهمیشم داشتیم ولی بخش فرهنگیش نبود. حالا نمیدونم دیگه چی شده. اما امروز منو قراره زیاد ببینیم. یکی از سوالایی که قطعا به ذهنتون میرسه اینه که چرا اینجا همه روپوش دارن ولی من ندارم. دلیلش اینه که روپوشی که آوردم، من 2 تا روپوش با خودم آوردم که یکیش انقدر نشستمش کثیف شده و حوصله ندارم که بشونمش. اون یکی هم دم دستم و اینم که میبینید پنجره های بزرگن که تو حالت عادی نباید این میله ها باشه ولی خب در حال بازسازی نماست و یه ظاهر این شکلی داره. اگه نباشه بیرون خیلی خوشگل‌تر دیده میشه. اینم که راهروی اصلی دانشگاه طبقه 2. شاید از خودتون بپرسی که یعنی هیچ کس واسه چی نمیگه که روپوش نداری؟ چرا میگن؟ من همون روپوشم میپوشم. روپوشم تمیزه یعنی شسته شده ولی منظورم از کثیف اینه که یکم انگار رنگش تغییر کرده و دیگه حالت چرک شده با اینکه شستمشه ولی منظورم از این که حوصله ندارم بشورم یا تمیزش کنم اینه که یه ذره حالت چرک مرده شده دیگه. همین. خب حالا سوال پیش میاد این که خب کسی
نیست ازم سوال بپرسه، خودم سوالاتون رو همینطوری جواب میدم. یعنی روپوش نمیپوشیم. چرا روپوش میپوشم؟ اما خب لباس سفید میبینین چجوریه، انگار که چرک مرده میشه و منظورم این بودش که خب حوصله ندارم اون حالت یه ذره خاکستری شدن شاید ببین ببرم، گرچه که من فرم اون روپوشو خیلی دوست دارم. فرم روپوشه رو خیلی دوست دارم و قراره که امروز قله میدم ولی در چند روز آینده قراره که شسته بشه. برخلاف دانشگاه دیگه که هیچی نداره، اینجا واقعا لحاظ غذایی و خوراکی خیلی جا هست. حالا میخوام برم کافه دانشگاه یه کافه. Every sign studies reasons and conclusions. You have to find the reasons by some case of some medical case. دندون و لثه و اینا هستن. کلاسم تازه تموم شد و چون که نه حجم داشتم نه شارژ داشتم، خلاصه از طول کلاس نتونستم کلا ویدیو بگیرم، اما دیگه حالا تا یه حدی سعی کردم این ویدیو رو براتون بگیرم. بعدش هم که اینجا الان که کلاس تموم شده تصمیم دارم برم خونه غذا درست کنم، اما یا قیمه یا قرمه چیزی درست کنیم چون خیلی وقت خودشته نخوردم. تو این مدت بیشتر یا مرغ درست کردم یا مثل کباب درست کردم و چیز دیگه درست کردنش. دقیقا همین حالا توی این چند وقت هم غذا تکراری خوردم و غذای بیرون تا دلتون بخواد دیگه اینجا پدر رستوران در بردم. ولی امروز اگر وقت بشه که شالا میشه میبینیم غذا درست میکنیم و غذا درست کنم بهتون نشون میدم و احتمالا برم دکومنتی تا ببینم چرا کارتم نمیده. قرار بود کارتم ایمیل بشه که اینجا هم الان میبینید دیگه شروعه روبرو پشت سر همه نشستن و اینطوری شدش که کلاس امروز تموم شد. حالا ولاگ اینجا تموم نمیشه، غذا رو میخوام احتمالا درست کردنشو بهتون نشون بدم و سعی میکنم روزای دیگه هم بهش اضافه کنم چون خیلی کوچولو میشه. روز اول از سمسترتون اینم از دانشگاه در دست تعمیر و منی که منتظرم تا اتوبوس بیاد. خونه من به دانشگاه خیلی نزدیکه، 1 ایستگاه به تو فاصله دارم. به
ولی تا به مترو برسم بودم 15 دقیقه باید سوار اتوبوس بشم و منتظرم که بیاد. این دانشگاه دقیقا جلوی دانشگاه این ایستگاه هست و داریم غذا درست کنیم و از آسمون یه چیزایی داره میاد. یه ذره شاید برف، خیلی کم شبیه بارونه ولی خیلی دونه هاش با فاصله است. خیلی هم هوا سرده. فکر کنم دیگه مای داکیومنتی نریم امروز. من الان میخوام برم آشپزخونه قیمت هم درست میکنم. الان از خواب بیدار شدم، یعنی فکر کن ساعت 4 خوابیدم، الان ساعت 9:10 از خواب بیدار شدم. خیلی خوابم میاد. بیایم بریم. من قیمه رو اینطوری درست میکنم که پیاز و گوشت رو با زردچوبه، فلفل سیاه، قرمز، یه مقدار کمی دارچین و حالا نمک که معمولا اضافه نمی‌کنم به گوشت ولی من میزنم تفت میدم. بعد اینا که قشنگ اول پیاز تفت خورد، بعد گوشت رو اضافه کردم تفت خورد به اون شکلی که بهتون نشون دادم در اومد، لبخرم میذاریم یه ذره قل میخوره، یه نیم پزی میشه. بعد چه دارم با کشیدنی صحبت میکنم. بعد آبو بهش اضافه کردم تا به جوشه، لپه نیم پز شده رو با رو تفت میدم و بهش اضافه میکنم. بعد میذاریم 1 ساعت میمونه. البته بعد از اینکه آب جوشید بهش یه دونه از این مصاره ها با 2 تا دونه هلم اضافه میکنم که نمیتونم بهتون نشون بدم. بعد میذاریم میجوشه و به نظرم خیلی خوشمزه میشه. البته من بار اولم دارم قیمه درست میکنم دیگه، انشالله که خوب بشه. الان ساعت 10:30 ایناست و من امیدوارم که اینا آماده بشه. به کسی که داره گازم لطفا توجه نکنید. یه نکته خیلی جالب، اینجا گازشون شعله‌ای نیست و برقیه، به خاطر همینه که گاز این شکلیه. بریم. بعد از اینکه اینطوری قل خورد با هل و مصاره گوشت، حالا لیمو عمانی و چوب دارچین با این آلار من بهش اضافه میکنم چون خوشم میاد که قیمه یکم ترش باشه. تقریبا آماده شده و الان میخوام بذارم 1 ساعت تا جا بیفته که یه ذره لپش فکر کنم دیرپز بود، زیادم گرفتم لپه رو. تو اینم احساس میکنم یکم لبش رو زیاد ریختم، اما اشکال نداره. 1 ساعت بودن، 1 ساعت رو بینا اجازه میدم تا قشنگ جا بیفته و بریم شام بخوریم بالاخره. و منی که منتظرم تا این قصد جا بیفته، خیلی گشنمه، خیلی و تشنمم بود. حالا رفتم یه دونه از اینا آوردم بخورم تا غذام جا بیفته بریم قیمه رو بزنیم. فردا کلاسم آنلاینه. امروزم خب بیشتر معرفی اساتید بود دیگه، یعنی چیز خاصی نبود که بگم حالا خیلی کار داشتیم. امروزمونم به این شیوه گذشت. حالا فردا که دیگه فکر نکنم تا چند روز آینده آشپزی کنم. شاید هم حالا یه ذره مواد ساندویچ اینا درست کنم، بعید میدونم. احتمالاً شنبه این کار بکنیم. بشینیم فردا لاتین بخونیم و ببینیم میتونیم جزء آناتومی پیدا کنیم. آناتومی رو شروع کنیم بخونیم، توکل به خدا، ببینیم چی میشه.